با نام خدای مهربان. سلام، نور، برکت، عشق و زیبایی در خاندانتان. امیدوار هستم همگی خوب و صحت و سالم و بردم هستید. این ملت یک ملت فهرخته، یک ملت شریف و یک ملت پابرجا است و این ملت یعنی ملت تاجیک ملت است که در عمق تاریخ ریشه دارد. این راه هست که این ملت طول هزار سالها از آن گذشت و پابرجا ماند و ان شاء الله ما باوری داریم که به درازای تاریخ این ملت باقی خواهد ماند. ولی آنهایی که در یک مقطع زمانی، در یک وقتی که اندک مشکلی به سرشون میاد از ملت خود گویا میشرمند یا از تاجیک بودن خود نگران هستند، این افراد ضعیف هستند، این افراد بی‌هویت هستند، این افراد هستند که مثل که در میان گنج ها، مثل که در مانند میان هم زر و زیورها یا که مثل در دانه های گندم وقتی که ما پاکیزه میکنیم یک خس و خاشاک های هستند. اینا همون خس و خاشاک های هستند که یک باد حادثه، یک باران حوادث، یک برف حوادث اینها رو شسته میبرد. هویت ما یک هویت سازنده است، چون در این ملت، در این فرهنگ، در این تمدن افراد هستند و افراد بودند و افراد خواهند آمد که افتخاری نه تنها ما و افتخاری بشریت هستند. بعضی افراد هم که می نویسند و شعار پرتویی میکنند، میگن در این زمان تاجیک بودن مشکل است، در این زمان داشتن شناسنامه تاجیکی مشکل است. اینا یک حرفی خشک و خالی هستند. اگر خودت قدرتمند نیستی، اگر خودت سرنوشت خودت رقم نمیزنی، اگر خودت در یک جا برای عزت خودت، برای سربلندی خودت، برای ماندن خودت تلاش نمیکنی، چرا باید به ملت توهین بزنی؟ چرا باید بگی که ملت تاجیک بودن دشوار است؟ تاجیک بودن هیچ دشواری ندارد. من تاجیک هستم، تو هم تاجیک هستی و باید این افتخار باشد. هیچ مشکلی در ملت، هیچ مشکلی در هویت و هیچ مشکلی در دین ما وجود ندارد. ما همون تاجیکای وارسته که زمان سامانیان بودیم و این هزار ساله که بودیم و هستیم. بار دیگر تکرار میکنم که این حوادث تاریخی میگذرد و زودگذر هم هست، ولی آنهایی که در یک حوادث خرد تاریخی، در یک مشکلی تاریخی به هویت خود تحمیل میکنید و میگید ای تاجیک بودن مشکل است، تاجیک بودن این آن است. نه، تاجیک بودن برعکس در این زمان باید قوی تر باشد. تاجیک باید در این زمان قدرتمندتر باشد. بیچاره نالی، گریه کردن، ضعیف نالی پذیرفتن است. و من به مخاطبان برنامه کتابخوان و با دوستان خود و با آنهایی که این برنامه رو تماشا میکنم هیچ وقت احساس ملی خود رو، غرور ملی خود رو، هویت ملی خود رو از هیچ ملت دیگر دنیا کم ندانید و شما کم هم نیستید، چون ملت شما، آیین شما، زبان شما، فرهنگ شما در عمق تاریخ، در ریشه این تاریخ جای دارد و ریشهش چنان مستحکم است که به درازای تاریخ ان شاء الله با خواست خداوند خواهد رفت. و من همچون تاجیک، شما همچون تاجیک از زبان خود، از فرهنگ خود، از هویت خود باید افتخار داشته باشید. منصبدارها میان میروند، حکومت ها عوض میشوند، حادثه های تاریخی پی هم میاد، ولی ملت، زبان و تاجیکستان به معنای جغرافی این سرزمین خدا خواهد باقی خواهد ماند. باقی سالم و سربلند و موفق باشید.